me. سازی ما همین مرا در بر دنیا پیچیسی بگیره هم ترم وایفی بگیره تمام شما با تو سرشاری چه صحبت کنیم که دارم بازش تکون رو برده یا گفتش که صحبت کنیم Yine açılır. Hadi söyle.
سلام علیکم. ممکن است یک نظر شما رو واسه به همین همایش امروز برگزار می‌گردد؟ خب سلام تقدیم میکنم به شما، همچنین تشکر میکنم. قسمی که شما میبینید امروز گرد همایی خانمای افغان مقیم تاجیکستان که در اینجا برای انداخته. خب همه ما تظاهرات ما به اساسش همیست که ما از جامعه جهانی، سازمان ملل، نهادهای مسئول میخواهیم که دولت اسلامی را به رسمیت نشناسند. دولت اسلامی یعنی تروریست. خب شعاری که در دست دارم we are together. it means ما همه ما با هم هستیم. خب یعنی دولت اسلامی نمیتونه که ما را از هم جدا بسازه. ما همه ما در کنار خواهرای عزیز خود در افغانستان هستیم. پیام شما با جمهوری اسلامی پاکستان چیست؟ خب پیام ما به اونا است که آنها ما اونا در افغانستان نمیخواهیم. ما میخواهیم که اونا افغانستان را ترک کنن، بگذارن که ما دست وطن خود در ساحه امن زندگی کنیم. نمیخواهیم که افغانستان از خاک افغانستان من حیث به حیث یک میدان جنگ استفاده کنیم. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. طالبان با پایمال کردن حقوق زنان به جای نمیرسند. طالبان با پایمال کردن حقوق زنان به جای نمیرسند. ما عدالت اجتماعی میخواهیم. ما عدالت اجتماعی میخواهیم. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. مرد بر پاکستان. زنده باد افغانستان. ما حق تحصیل داریم.
بله؟ ببخشید یک چند شما تکرار نکنید. هر کشوری که امارات اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد بر ضد انسانیت عمل میکند. تامین رابطه امارات با اسلامی و معنی رابطه تروریسم بین‌المللی است. امارات اسلامی افغانستان یکی از ایالات کشور اسلامی پاکستان. جامعه جهانی بر ضد طالبان بنیاد و در کنار مردم افغانستان بایستاد. به رسمیت شناختن امارات طالبان در حقیقت به رسمیت شناختن تروریسم بین‌المللی است. هر کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد حامی تروریسم است. طالبان همیشه جنایت بر ضد بشری علیه شهروندان افغانستان انجام داده است. زنده باد افغانستان! زنده باد افغانستان! مرگ به پاکستان! مرگ به طالب! و حامیانش! ما حقوق خود را می‌خواهیم! ما آزادی اجتماعی می‌خواهیم! کار حق ماست! تحصیل حق ماست! تحصیل حق ماست! زنده باد مقاومت! زنده باد مقاومت! زنده باد مقاومت! ما آزادی می‌خواهیم. ما آزادی می‌خواهیم. مرگ به طالب. مرگ به حامیان طالب. زنده باد افغانستان. زنده باد جبهه مقاومت. زنده باد افغانستان. مرگ به طالب. مرگ به طالب. همه یک صدا. مرگ به طالب. مرگ به طالب. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. از چند از شعار هستم میخوایم تکرار نکنیم، فقط میخوایم به گوشای مردم طالب امارت اسلامی برسن. صدای ما درد و غم از هموطنان ما را نشان میدهد. گر ما صدای خود را بلند نکنیم چه خواهد کرد؟ پاکستان یا رنگ مردمایی که همیشه به وطن ما ضرر خود رساندند. تا وقتی که ما حق حقوق زنان شجاع وطن خود را بر نگردانیم هیچ وقت آرام نمیشیم و همیشه صدای ما را خواهد شنید. مرگ بر پاکستان، مرگ بر امارت اسلامی. 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 ما آزادی می‌خواهیم. مرگ بر پاکستان. مرگ بر پاکستان. مرگ بر پاکستان. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان. یک صدا شوید. زنده باد افغانستان. مرگ بر پاکستان. مرگ بر طالبان. زنده باد مقاومت. زنده باد احمد مسعود. از احمد مسعود حمایت میکنیم. زنده باد افغانستان. از بیرق سیرنگ خود دفاع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه‌تان بخیر. نهایت خوشحال هستم که امروز در افغانستان کوچک
سطح ملی و هم در سطح بین المللی به وجود بیاید. زنان افغانستان، دختران افغانستان که نیمه از جامعه افغانی را تشکیل میدن، واقعا از جایگاه خاصی برخوردار هستند. همون که زن چشم چراغ خانه مرد بود، به زن به خدا جهان همه سر بود. دانش تو برانی که بود مادر تو، زن محرم راز و مرهم درد بود. زنده باد مادران قهرمان وطن. زنده باد مادران قهرمان وطن. زنده باد زنان افغانستان. زنده باد زنان افغانستان. زنده باد زنان افغانستان. زنده باد زنان افغانستان. و جمع شدن امروزی شما به خاطر حمایت از زنان فرزانه و قهرمان افغانستان است. آیا طالبان به حقوق زن اعتقاد دارند؟ آیا طالبها به انتخابات باور دارند؟ آیا طالبها روزگار خواب برسه که بگویند زن حق دارد که در ادارات حکومتی در قومی برادران خود کار بکند؟ آیا طالبان معتقد هستند که یک حکومت ملی و فراگیر برای فردای افغانستان ایجاد بکنند؟ بنابراین معلوم است که طالبها اعتقاد نه به قوانین بین المللی دارند، نه به قوانین ملی دارند، نه به زن، نه به کودک، نه به انتخابات، نه به یک حکومت فراگیر. من نهایت خوشحال هستم که اظهارات جوی بایدن در قسمت طالبان و در قسمت اخراج قوت‌های ایالات متحده آمریکا این را اشتباه بزرگ خواند. آیا طالبانی که میگن که حق حقوق خانم‌ها و زن‌ها مساوی است، اما دینی را که اینها تفسیر میکنن؟ وقتی که ژورنالیست از سوال میکنه که در کابینتون چرا خانم‌ها نیست؟ میگه اگر زن نباشه چی معنی داره؟ دلیلش هم میفهمیم چرا به حرف میزنن. ما باور کنم که این دلیل تا حال ابتدا این دلیل را میفهمم. دلیلش چیست؟ اینا 6 سالگی و 7 سالگی و 5 سالگی میرن به مدارس. اینا عاطفه پدر مادر و خواهر کمتر اسم میکنن. وقتی که بزرگ میشن همه هستی بودشان صلاح و عقاید پوچ خودشان است. هم اسلام رو میخواین زیر از شعار محمد بسازن و هم میخواین افکار خود را سر مردم تعمیل بکنن. بناهن بر اونها ارزش زن، مادر، خواهر ندارد. زنی مادر از زنی خواهر از زنی همسر است. بناهن خانم‌های عدالت‌های افغانستانی ما وقتی که فریاد سر میکنن چی میخواهند؟ اونا میخواهند که برن مکتب. اونا میخواهند که گوش و گوش برادرای خود در ساختار افغانستان ملی صحیح باشند. اونا میخواهند که در ادارات حکومتی مطابق با قوانین اسلامی کار بکنند. اونا میخواهند که حق حقوق مساوی نه در شعار بلکه در عمل آنچه که میگن وجود داشته باشد و این تظاهرات مدنی که حق مسئله هر انسان است در جامعه انسانی و این به گلوله پاسخ داده میشه. من از گرد همایی همه اظهار قدردانی میکنم. آرزومند هستم که جنبش آزادیخواه زنان افغانستان در سراسر افغانستان قهرمانی‌هایی که در گذشته‌ها در تاریخ ثبت کردن، یک بار دیگر در تاریخ زنان افغانستان با حمایت زنان دنیا لیست خود در تاریخ ثبت کردند. زنده باد مقاومت. 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 زنده باد
نظام دموکراتیک، نه در یک نظام اسلامی. این متخصصینی که جز از دین نه به شکل درستش آگاهی دارند، اینها چطور میتونند که ماشین بزرگ حکومتداری را به چرخش گیرند؟ بنابراین معلوم است که اعتقاد ندارند. مقاومت تنها با تفنگ نیست، با قدم است، با قلم است، با صدا و فریاد و نعره است. این مقاومت است که شما خواهران زنان سرخشور افغانستان در دیار مهاجرت جمع شدید، صدا و فریاد آزادخواهی را سر میکشید. ما زنان بر ضد تروریسم می‌رزمیم. ما ای زن من شین گوشه
زنده باد زنان قهرمان افغانستان. ما زنان 20 سال پیش نیستیم. ما به پیش می رویم. ما هرگز به عقب بر نمی گردیم. ما هرگز به عقب بر نمی گردیم. ما از سازمان ملل متحد خواهان هستیم که از حقوق ما پشتیبانی نماید. کشورها بیننده ما، تماشاگر ما نباشند. از کشورهای دوست، برادر و همسایه خواهان کمک هستیم. از کشورهای دوست، برادر ما خواهان کمک هستیم. ما خواهان کمک هستیم. زنده باد مقاومت. زنده باد مقاومت. من زنم، یک انسانم. تنها غیرت داشتن مهم نیست. برای با غیرت بودن باید وجود داشت. مردان سرزمین من بی غیرت نیستند. آنها بی وجودند. آنجا که دختر شهرشان را برای تجاوز با لباس قانون میبرند، موهایشان را همچون افسار اسب پا میکشند. در برابر زجرها و فریادهایی که از حنجره آنها بیرون میشود، تنها سکوت
شیرزنان آید از خانه بیرون زنان دست رد تاریخی بر سینه نامردیم دست رد تاریخی بر سینه نامردیم ما لشکر فریادیم ما قافله دردیم شلاق مزن ما را از راه نمیگردیم. زنده باد زنان کار حق ماست ما عدالت اجتماعی میخواهیم ما عدالت اجتماعی میخواهیم تحصیل حق ماست با سپاس فراوان از خانم ملالک. برخیز وطندار که دیگر چاره نمانده جز مرگ و این مردم بیچاره نمانده. این دشمن کودن رسید بر در خانه نه عزت و خلقت در این خانه نمانده. برخیز که این مرگ بود عزت و عفت ورنه خدا مرگ با عزت در این خانه نمانده. و حال عزیزان ما کنفرانس مطبوعاتی در بیرون از تالار داریم و شما خوشمند شما میشه تشریف داشته باشید و وقت پروگرام را در بیرون ادامه میدیم.